هر برادری که در ملک غریبین اپا خارازید حتما این نوار را تماشا کنید. نگاه باشد. این برای رحیم پروداکشن بز کشت گوسفندش برای اینه. با خاطر که مرا بسیاری پادپیچکا شما خواهش میکردن که چیزی باشه نباشه از دیهات برای ما پیشنهاد کنین. یک جای دما هستم که یاد کودکی شما میاد. وردو کمونه. آدم خوب بیست. خیلی که با آمادگی اینا. ولی نه سر چی دیسه نه. بعد سراغ خونه‌دار میگه که دویده دل جگر شبگینه سرخ کنه بچهای خدمتی ده. امروز هم خیلی امروز ما یک چیز پیشنهاد کردیم که فکر میکنیم که هر یک کدام وقت چشم تا میجه همون لحظه‌ای توی معرکه یک نونی که هم شاگیر میکنه همون روزا پیش رو میاد. همین نواز 18 طبق باید 40 طبق تیار کنیم. من خاطر هر نفری نوار تماشا کردین دوستان عزیز یا لایک کامنتر در ندارین. سلام درود بر شما. نام من عبدالشکور و برادرم عبدالله امروز یک قسم داروهای گیاهی مغازه زیارتشاه را برای شما پیشنهاد می‌کنم. تشکر عبدالشکور جان. برای کمخونی پدر و مادران و برادر و خواهران کراب اکسترکت. برای بهندرد و پادرد منتلین و سوستاوی تایلند. برای نریختن موی سر باشد از فرمای تریچاپ شامپون. برای قد بلند کردن باشد اوزماکس و ارگیویت. اما برای فربه شدن رد گینسن و سامیونوان و اینچنین ژنشن. برای کسلی‌های زنانه ژنسکه ماسلا. برای کرم شکم باشد بندک سیروپ و تابلتکا. برای درد معده باشد روغن دانه کدو. برای پروستات مردانه باشد از فرمای تمبرا ام پلوس و اپیمدین پاست. و اینچنین روغن سیاه‌دانه با تمام دردها بغیر از مرگ دوا میبخشد. چون همیشگی مغازه زیارتشاه در خدمت شما. ای بندگان خدا السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانه آباد هستین. خداوند گمان هر یکی شما باشه. هر برادری که در ملک غریبین اپا خارازید حتما این نوار را تماشا کنین. چون که این نوار از دههای میدونم که 90% مردمی که در غریبی کار میکنن از شهر از دههای یک جای دما هستم که یاد کودکی شما میاد. یاد دورهایی که باور کنین در مسکو نمو تمام همین مال و گوا یاد میکنن. انا اون دوره یک جای هست نگاه کن خانه و زمانوی همه چیز دق خونه. دوستان عزیز منزل زیست پدر در قرار دارم الحمدلله. امروز یک کار خیر میکنیم صدقه خاص از برای الله. یک بزه امروز سرش اصلا جدا میکنیم در دیگ میدازیم. خواستم که در این نوار سهم شما باشه یک لایک یک کامنتر در حق ما دوباره فراموش نکنید دوستان عزیز. باز میدونم همراه کامران جان بیا بدرو بزن بخپیم دوستان عزیز تماشا کنین راحت کنین. اینجا میدونین در زمستون برف بود کامران جان بدرو کلام شب در نصیب کردید اون باشنه بزن کلام بدرو درون بزن که بیا هونا درون دا بزن کلام اینا نه بزلورا نه بزن کلام انا دوستان عزیز از کامران ببینید هیچ کس بینم برای کوچ خیلی میقپا بزن با هم خاطر بیا 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 خفیدیش بیا بیا چی تکرار دوستان عزیز الحمدلله همینجا ده جای پشتانش میکنیم دست پوش همه باندیم الحمدلله اجور بود میشه. خب برش مسکن روش بس بخواب بزن بگردم بس بکنم خفیف عیش بیا خفیف عیش بیا خفیف چون میکنیزم بیا بزی خشو ده بره شونزده تا 17 کیلو را کنه انمو آدم فروختگی هم خیلی گارانتی دیگه قصابا هم دیدن باز کشتن شایشون میتونن برای که یوتیوب ویدیو رو دالید میکنن جالب میزنه با این خاطر بعد کشال کردن و پوست کردنش برای شما ایشون میتونن میگم چند کیلو کردن فقط دستگیری کنین. امروز نوار یا نونی و چگی در پیش تماشا میکنین راحت میکنین ان شاء الله. وردو کمونه آدم خوب بیست یک ورگه برداره انا هوشته آستا هوشته آستا هوشته انا ماشاءالله Ahmet buradan aşağı havası durumu.
دوستان عزیز الحمدلله پوستشو بود کردیم برای که دستور را تازه بشویم. بچه جان بچه یا طبق خمیر کنی بیار دل جگرش بگیرم بفکریم 13-14 کیلو میکنم. رسیانده از جانب الله انشاءالله بالاکه چتیه همه چی میشود. انا شکمباش هم میگیریم جدو میکنیم انشاءالله. بسم الله. حاجی الحمد بخبر نغلطه. الحمدلله میگم که چند کیلو هیچ دادی؟ هیچ تو ایتا دست بقب کی نچفته قبیده. حاج میگم که چند کیلو میکنه؟ 8 نه 10 کیلو. نه 10 کیلو. کامران بخبر. کامران جان بخبر. 10 کیلو. وینتی سوجو. شو دوست. برو. اینه 6. اینا 16 کیلو ماشاءالله بهترینه حاجی ریزش میکنیم. قطعی دل جگر هم حساب حساب کنیم. نور الله نورای ما 1320 سومون 1340 سومون خریدیم. اینا کیلو گوش 85. اینا در کمیتر بنویسن یاد دارین که جای کمتری چهارم میکشن و اگه خسندی توی معرکه بعد سراز خونه‌دار میگه که دویده دل جگر شبگینه سخت کنه بچهای خدمتی ده. امروز هم خیلی دل جگر چنه بچه‌ای که خدمت میکنن. یوسف جان حلالش بود 24 سوزای ژیلکش اورجینال ای خبر. یوسف جان این شما این چازی 84 تا بریده الحمدلله میدوزیم خیر خدا خیرون قبول کنه. طور امروز خودم الحمدلله الفات خدمت میکنم. فقط نگاه کنید چقدر شوربای با مزه خام شوربای اوچگی میکنم. مردم غریب لایک اوجا دودار امروز پورای رفتیم دیگه تیو کنیم. بسم الله. بسم الله. دوستان عزیز الحمدلله نونی اوچگی ایرا بی ای برای همه حاضی معرکه ده با فطیر کردیسن نگاه اوچا. ایرا رو میبره همخیلی کردگیم برای خام شوربا فطیر. انا که بعد این نوبتی شوربا را دختر نه 12 کیلو گوشت حاضر جمع می‌دازیم گوشتی روزی کشتگی. بسم الله. ایرا خام شوربا میگم. بسیارات میپرسیدن که دو بریده گوشت می‌دازیم. امروز اومد که ان شاء الله گوشت بهترین او بیار خام شوربا را خدمت میکنم. الحمدلله بس بودیم باهاش شما میتونید خدا خیرمون رو به درگاه خانم در زنه هر کسی میتونه با روزگی الله مهربان باشه. بسم الله. ما یا طریقه فرق ای دیمر فطیر سیاه شوربا قطعی عجایبات نیشم الحمدلله تیار شد. ایشم بگیریم میریم. خام شوربا قریب که با آمادگی اینا ولی نه سر شده سعی کارو برو انشالله که بهترین میشه. دوستان عزیز ما خفش نگرفتیم داخلش برای روغنش شوشیدن خیلی دام بگیرم ما خیلی کف زدیم یعنی همین خیلی کف میگن همین خیلیش کردیم که خودش داخلش شو مزهش شروع میشه. الحمدلله هزی بهترینه. قریب که یک نیم ساعت پس دیگر گوشتاش میپزه انشالله. گوشتکای ما تیار شده یعنی خیلی روغناش هم میگیریم باز اوزو بردارا که بیارن اینا الحمدلله نگاه که چقدر اینا بید اینا پختگی عجایبا چیدگی باره اینجا بارداران الحمدلله اینا یا عجایبا چیدگی اگه کذا پور مور در کار باشه نویسن میره خدمت میکنیم با یک مرد چیر هنر کمای میگن وقتی که گوشتش پخت اگر که نگیری بیزه میشوده برای که یا شککای جزیر میشود برای ما میگیریم بعد پیازه میدازیم قطعی چی قطعی بلگری برای با مزه شدنش یک سر میدوشه الکای در موز یک نیم ساعت پس شام میشود شام در اون میشود.
تیار کردیم. این آواز 18 طبق باید 40 طبق تیار کنیم. با همین خاطر شما میشیده سعی طبق دقشلاق کمی میکنیم. از شما میبرداریم با اومد رفت میشود بهترین میشود. در حق ما با دعا باشین دوستان عزیز. باز میدارم معرکه دهقانی را برای شما نشون میدم که چه خیلی زورای بهترین است. دوستان عزیز الحمدلله فرمای کلی را حلش کردیم. وظیفه را سپردیم. اوقات خانگی میکشن در پیش مردکو خدمت میکنیم. اینو نوش نعمت هم ببینید همش برای برادرای برای همسایه برای اون نفری هست که امروز میاد در انم خیر ما شریک میشه. با همین خاطر هر نفری نوار را تماشا کردین دوستان عزیز یا لایک کامنتر در ندارین. این برای خدمت‌نمایشی نبود. این برای رحیم پروداکشن بز کشت گوسفندش برای نه با خاطر که مرا بسیاری پادپیسچی‌ها شما خواهش میکردن که چیزی باشه نباشه از دهات برای ما پیشنهاد کنین. امروز ما یک چیز پیشنهاد کردیم که فکر میکنیم که هر یک کدام وقت چشم تا میجه همون لحظه‌ای توی معرکه یک نونی که همسایگی میکنه همون روزا پیش رو میاد که یک حالت خوبه وقتی انسان بعد از خودش خیر میکنه به نهایت خوشحال میشه دوستان عزیز. با همین خاطر امروز خیری که ما کردم برای خدمت‌نمایشی نبود دوستان عزیز، فقط خاص از برای الله بود. شما که پادپیسچیکای ماین هر چیزی که ما کنم برای شما پیشنهاد میکنم دوستان عزیز که شما گذشتهاتون از یاد نبرین. باید انسان کی بودن شود کی شدن شود هیچ گویادش نبره. با همین خاطر دوستان عزیز هزار رحمت الله یار مددگارتون خیر تو برنامه آینده.